با نام خدای توانا. سلام دوستانی عزیز، نصیب کرده باشه امروز روز یکی از بهترین های روزهای است برای ما، چون امروز نصیب باشه بچه ما ای شفاخانه جواب میتن که نو تولد شده بود چند روز پیش. این روز میریم نصیب باشه کودک ای شفاخانه میگیریم و خانه میبریم و گفتم شما دوستان نگه در خرسندی ما هم شریک باشین و خواستم که خرسندی را با شما شریک بسازم و بچه ما در امیمی شفاخانه با زور خدای بزرگ به دنیا آمد در شهر تولوز. انشاءالله نصیب باشه میریم امروز میگیریم کودک و یعنی چی هم که هست ای کودک های باید همی چی بالاش کنیم و برداریم و بریم خانه و با ما باشه دوستانه زود بر میگردیم. دوستان میریم نصیب باشه طرفی پلاتش. دوستانی عزیز، ما باید طبق نقشه امروز کودک از شفاخانه میگرفتیم، اما ما را زنگ زدن گفتن که امروز بردن نمیکنیم چون مسابقه تکنیکی این اخترش حجت های لازمیش آماده نشدن و آن خاطر تا فردا را صبر کنیم. فردا یعنی پگه دیگه ببریش و آن خاطر ما امروز آمدیم و دوباره باز فردا میریم انشالله که بچه را از شفاخانه بگیریم و بریم طرف خانه. عزیزان، شما تا آخر برنامه را بیننده باشین، همه این نوارها را در رفت برنامه خواهید دید. و دوستان عزیز، نگفته نماند در حق فرزند من دعا کردن را فراموش نسازید و خدا کنه که یک فرد مفید جامعه قرارش بده، خدا کنه که عمر دراز پر برکتش بده و خدا کنه که قدمش را نیک بگرداند. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کم معلومات درباره به دنیا آمدن فرزند من در فرانسه. حمایت از کانال ما را فراموش نسازید دوستان عزیز. حمایت شما چی است؟ لایک ماندن، کامنت را نوشتن و به دوستان خود فرستادن و به کانال ما ابونه شدن و کانال ما را سابسکرایب کنید. دیگه باقی شما را به خدای پاک و منان میسپارم. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد تا برنامه‌های بعدی. خداوند نگهدار. بدرود.